دخترت نیازهای روحی داره، عاطفی داره، گاهی وقتا آغوش مهر تو رو میخواد، همیشه کیف و کفش تو نمیخواد، همیشه پول تو نمیخواد، یه وقتای آغوش تو میخواد، یه وقتای بشینی باش حرف بزنی، باش بازی کنی. مگه پیامبر این کارا رو با نواش نکرد؟ مگه پیامبر ما نبی بود با خردسالا اینطور برخورد نمیکرد؟ اگر دختر تو نیازهای عاطفی و روحیش تو خونه تأمین نشه، فضای مجازی یه گرگ صفت چهره حقیقی خودشو مخفی میکنه و با یه کلمات عاطفی و قشنگ سراغ این دختری که نیازهای عاطفیش تو خونه برآورده نشده از این نقطه ضعفش استفاده میکنه، چند تا حرف عاطفی قشنگ